دوستان سلام. آقا ما تو شبای قبل درباره آخرین روزخونی علی گدا با تو دهنیش به کوسه و شیخفری صحبت کردیم. از وضعیت آشولاش نظام و جنگ بیختار گرگا هم گفتیم. اما به جان موشکاف یه چیزی این وسط مسطا از قلم افتاد، یه چیزی که از قضا خیلی هم مهمه. علی گدا اولش کلی نسبت به دشمنای قسم خورده نظام آه و ناله کرد و بعد اینطوری گفت جوانهای ما باید این خاطرات را فراموش نکنند. یکی از چیزهایی که بنده نگران اون هستم این است که این نسل جوان بالنده ما که به حمدالله هم آگاه است، با بصیرت است، هم دارای انگیزه است، آماده به کار است، وسط میدان است، انقلابی است. این نسل جوان به تدریج این حوادث مهم را، این عبرت‌های بزرگ دوران معاصر را از یاد ببرد. این کمکاری ماست. دلواپسی عظما رو ملاحظه می‌فرمایید. خب میترسه بگه جوونا دارن دست میرن سمت مجاهدین، واسه همین میگه نگران اینم که جوونا حوادث مهم نظامو فراموش کنن. البته دو جمله بعد همین نگرانی رو یه هوا واضح‌تر میگه. اگر جوانهای ما در سرتاسر کشور این حوادث را ندانند، تحلیل نکنند، عمقیابی نکنند، در شناخت کشورشون، در شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شد. چی شده که اینقدر نگران تحلیل جوونا شدی؟ از قضا جوونا گذشتهشون رو خوب میدونن، هم تحلیلشون خوبه هم عمقیابیشون، حواسشون با آینده هم هست. خوب میدونن که آینده از پریشون کردن عمامه تو باقی جک جونو برای نظام در میاد. یکی از مهمترین راه‌های تقویت درونی حفظ روحیه انقلابیگری است در مردم، به خصوص در جوانها. سعی دشمنان این است که جوان ما را لاابالی بار بیارن، نسبت به انقلاب بی تفاوت بار بیارن، روحیه حماسه و انقلابیگری رو در او بکشن و از بین ببرن. جلوی این باید ایستاد. یه زمانی بود که موشکاف باید حرفای علی گدا رو ترجمه میکرد، اما الان دیگه همه استادن. وقتی میگه سعی دشمنان این است که جوانای ما را لاابالی بار بیاورند، منظورش اینه که بسیجی ها بریدن، جوونا هم بدجوری از دست این نظام شکارن. منظورش اینه که یه جرقه دشمنای نظام کافیه تا انبار باروت جوونا بوم 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 بوم. جوان روحیه انقلابیگری را باید حفظ کند و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی رو برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. این تیکه از حرفاش رو به شیخفری و اکبر کوسه بود. میگه اوی جماعت جام زهری، مگه نمیبینید دشمنای نظام چه به روزمون آوردن؟ مگه نمیبینید جمونا چطور به جونمون افتادن؟ خب بسیجای بارفته رو چرا میکوبید آخه؟ خب اگه اینا افراد نکنن که کشتی نظام درب و داغون میشه که. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید تشویق کرد به روحیه انقلابیگری. این روحیه است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند. این روحیه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. بدبخت فکر میکنه این تو بمیری هم از اون تو بمیری هست. فکر میکنه میتونه با 4 تا بسیجی ساندیسی جلوی طوفانی که تو راه رو بگیره. میترسه آقا جون، میترسه.
صندلی لق و عمامه نخنما یه طرف، زهری که تو رگ شلنگ تخته میندازه یه طرف، جوونای به جون اومدم یه طرف، دشمنای قسم خورده نظامم یه طرف. خب حق داره به ترس دیگه. زد زیاد. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.